خدمات مرزبانی قرقیزستان میگوید که روز 16 دکبر در مرز تاجیکستان با قرقیزستان تیرپرانی رخ داده است. با اطلاع این نهاد حادثه در منطقه کوچوبوی نویه بودکنبه معلوم است. خدمات مرزبانی قرقیزستان خبر میدهد که شهروندان کشور با کارهای ساختمانی مشغول بودند و مرزبانان تاجیکستان طلب قطع ساختمان را کردند. نظر رسمی خدمات مرزبانی تاجیکستان به این ادعا تا هنوز اعلان نشده است. همکار میرزانبی خالقزاد حادثه را پیگیری داشت و همین حالا در استودیو درباره من است. درود بر شما. خوب بگویید که جنوب قرقیزستان میگوید میان مرزبانان تاجیکستان با شهروندان قرقیزستان بحث لفظی برخاسته است. سببش چی بوده است؟ بله، یک نماینده جماعت چارکوه اسفره که همراه سرحدبانان هر دو طرف در محل مناقشه بوده است گفت که آنها برای معلوم کردن سببی در قطعه بحثی ساختن منزل از طرف ساکنان قرقیزستان رفته بودند، ولی دچار حمله ساکنان محلی شدند و میگه در قطعه بحثی تا انجام کار کمیسیون مشترک بین حکومتی عاید به علامت گذاری خط سرحد نه طرف تاجیکستان و نه جانب قرقیزستان حق شروع هیچ گونه ساختمان را ندارند. در این سفر مسئول سرحدبانی قرقیزستان جناب بابایف نیز حضور داشته است، ولی ساکنان محلی نه به حرفای او گوش دادند و نه به سخنهای نماینده طرف تاجیکستان. میگوید این همصحبتی ما بحث قریب به زد و خورد میپیچد و در همین هنگام از جانب مرزبانی تاجیک آتش آگاه کننده کشاده می شود، با همین جانب ها پراکنده می شوند. ولی از برخی از منابع ما میگویند که افتا-ماشین تمغه آپل را که به سردار مرزبانی اسفره تعلق داشته است ساکنان قرقیزستان گرفتند و طور امروز به ما گفتند تا حالا بر نگرداندند. در نوار ویدیویی هم که دیده می شود شبکه‌های اینترنتی پخش شدند. مردمی به خشم آمده با وجود تلاش‌های مرزبانان قرقیزستان برای جلوگیری از حمله به سرحدبانان تاجیک پس نمیگردند. طور خدمات مرزبانی قرقیزستان میگوید حادثه تیرکشایی مرزبانان تاجیک چاره‌جویی می شود. از شعبه نوبتداری ریاست قشون‌های سرحدی در ولایت سوخت هم در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفتند که حالا یک هیئت بلند مقام این نهاد با شمول سردار ریاست در شهر اسفره قرار دارند و وضعیت به عمل آمده را بررسی دارند. خب ببینید چنین مناقشه ها بار اول نیست در قطعه های بحثی دو کشور به عمل میاد. پس چرا با وجود وعده های مقامات دو کشور اوید به پیشروی ها در مسئله علامت گذاری باز هم چنین جنجال ها رخ میدهند؟ ببینید هرچند مقام دو کشور به طور واضح اوید به جریان بررسی علامت گذاری ها صحبت نمی کنند و تنها با پخش بیانیه‌های کوتاه و مختصر اکتفا میکنند، ولی کارشناسان میگن که کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان چندان توجه جدی به این مسئله نمیکنند. فقط در یک نزاع 28 اپریل سال روان 36 شهروند قرقیزستان و 19 شهروند تاجیکستان کشته شده و از دو جانب بیشتر از 200 نفر مجروح گردیدند. یک دلیل دیگری در ماندن جانب‌ها در حل مسائل بحثی این است که هر دو جانب خریدهای سالهای گوناگون شوروی را همچون اساس در دعواهای مرزی کشورهایشان استفاده می‌کنند. قطعه‌های زمین و منبع‌های آبی در زمان اتحاد شوروی برای چوپانان و ساکنان هر دو کشور دسترس هست، اما حالا مالکیت یکی از طرف‌ها گشتند و هر کدام به حق بودن خود پایفشاری دارند. تشکر برای معلومات فراگیر. جایز به تاکید است تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارد که همگی 519 کیلومتری آن